فرض کن یه روز تابستونی گرم و تنها چیزی که دلت میخواد اینه که بری تو دریا و شنا کنی. میری توی آب و پشت تو آب میخوابی، کاملا آروم، چشمات بسته، آب داره بدنتو نوازش میکنه و یه باد خنک و سبک هم داره صورتتو لمس میکنه. الان احساس میکنی خیلی آروم شدی و میتونی یکی دو ساعتی همینجوری بخوابی. یهو یه چیزی میخوره به پاشنه پات، از خواب آرومت میپری و شروع میکنه به دست پا زدن. تلاش میکنی موجودی که اومده سمتت رو ببینی که یه دفعه متوجه میشی خوشبختانه فقط چند تا دلفینن که دارن بهت میخندن. بعد پیش خودت میگی وای من چقدر خوش شانسم که تونستم این دلفینا رو از این فاصله ببینم. باید بهت بگم که آره این دفعه واقعا خوش شانس بودی، ولی دفعه بعدی بهتره بیشتر نزدیک ساحل شنا کنی، چون تو دریا فقط دلفینا شنا نمیکنن. بزرگترین و وحشتناکترین شکارچی که تا حالا تو اقیانوس‌ها زندگی میکرده کوسه مگالودون بوده که بیش از اینکه میلیون‌ها سال پیش انقراض پیدا کنه قرن‌ها به دریا حکومت میکرد. اما دانشمندا تونستن باقی مونده این کوسه عظیم رو کشف کنن. همه چیزی که از این کوسه 60 تنی میدونیم برگرفته از فسیل‌های دندون‌های غول‌پیکرشه. جالب اینه که هیچ استخوان دیگه‌ای از مگالودون پیدا نشده. دلیلش هم اینه که استخوان‌های این کوسه اکثرا از کارتیلاژ بوده که یه ماده شبیه استخوان ولی بیشتر قضروفی مانند و نرم‌تر بوده. به همین دلیل خیلی زود تجزیه می‌شدن. ولی در مورد دندون، کوسه‌ها تا پایان عمرشون به طور مداوم دندوناشون میریزه و دوباره در میاد. تعداد تمام دندونای یک کوسه میتونه در طول عمرش به بیش از 40,000 دندون برسه. دانشمندان تا حالا تونستن گونه‌های مختلف کوسه‌ها رو فقط با توجه به دندوناشون بررسی کنن. کوسه مگالودون حدود 276 دندون داشته که هر بار این دندونا میریخته در اعماق دریا مدفون می‌شده و الان همون دندونا به صورت فسیل برای مطالعه بیشتر استفاده میشن. اولین چیز جالب در مورد این داستان اینه که دندونای مگالودون در سرتاسر دنیا کشف شده. این یعنی اینکه برخلاف بقیه حیوانات دریایی دوره خودش، مگالودون میتونست تو هر 5 قاره زندگی کنه. حتی الان بیشتر کوسه‌ها و حیوانات دریایی عمدتاً ترجیح میدن تو یک دریا یا یک اقیانوس زندگی کنن. ولی مگالودون‌ها آزادانه در دور دنیا شنا میکنن و در تمام آب‌های مناطق گرم و معتدل زندگی میکنن. البته باید به این موضوع هم اشاره کنم که دندونای مگالودون تو همه اقیانوس‌های دنیا پیدا شده بجز اقیانوس قطب جنوبی. احتمالاً فیلم‌ها و سریالایی که در مورد این موجود غول‌پیکر ساخته شده رو دیده باشید، مثل فیلم مگ به بازی جیسون استیتام. تو همه این فیلم‌ها و سریال‌ها به مگالودون یه نسخه عظیم‌الجثه از کوسه سفید نسبت داده شده. قبلا دانشمندا فکر می‌کردن که مگالودون و کوسه سفید دارای نیاکان مشترک باشن، ولی این درست نیست. جالبه که احتمالاً مگالودون‌ها دشمن اصلی پدر بزرگ کوسه سفید یعنی کوسه ماکوی دندان پهن بودن. در واقع مگالودون‌ها بینی کوتاه‌تری از کوسه سفید داشتن، همراه با پرهای پشتی بلندتر که به این کوسه عظیم‌الجثه ظاهر ترسناک‌تری می‌داد. از طرفی دانشمندان از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری استفاده کردند تا روش شکار مگالودون رو شبیه‌سازی کنند. با استفاده از این تکنولوژی دانشمندان فهمیدن که روش حمله مگالودون خیلی متفاوت از کوسه‌های سفید امروزی بوده. کوسه‌های امروزی مستقیما به نقطه آسیب‌پذیرتر شکار حمله می‌کنند، مثل قسمت زیر شکم یا قسمت‌های نرم بدن. ولی از اونجایی که دندونای مگالودون به خوبی برای تیکه پاره کردن همه چی مناسب بوده، شواهد نشون میده که مگالودون ابتدا به قسمت‌های محکم‌تر و مقاوم‌تر شکارش حمله می‌کرده تا قبل از اینکه حمله نهایی رو انجام بده شکارش رو کاملا بی‌دفاع کنه و از فرار کردنش جلوگیری کنه. بعضی از افراد فکر می‌کنن که هنوزم مگالودون در اعماق آب‌ها زنده است، ولی به احتمال زیادی نمیتونه درست باشه، چون مگالودون‌ها موجودات گرمایی هستن، یعنی نمیتونن در آب‌های سرد و اعماق اقیانوس‌ها زنده بمونن. و اینکه بیشتر غذاهای مگالودون‌ها در آب‌های کم عمق زندگی می‌کنن. این یعنی برای مگالودون اعماق دریا جای خوبی برای زندگی کردن نیست، چون غذایی اونجا وجود نداره. به عبارت دیگه اگر حیوانی به اندازه مگالودون هنوز زنده بود تا الان میبایست دیده میشد. مگالودون‌ها مثل ما به آب‌های گرم و ساحلی علاقه داشتن. زندگی در اعماق اقیانوس برای این هیولا خیلی سخت بود و غذایی براشون اونجا وجود نداشت. همچنین بعید به نظر میرسه فشار کف اقیانوس برای حیوان غول‌پیکری مثل مگالودون قابل تحمل بوده باشه. پس خیالت راحت، احتمالاً هیچ وقت مسیرت با مگالودون یکی نمیشه. ولی در هر صورت در نظر داشته باش که کوسه‌های سفید هنوز وجود دارن و میتونن دقیقاً همون بلایی که مگالودون میتونست رو سر آدم بیارن. پس همیشه وقتی میخوای تنت رو آب بزنی حسابی حواست رو جمع کن. اما به فرض محال اگه یه روزی با مگالودون برخورد کردی، یه خبر خوب وجود داره. اونم اینه که احتمالاً با تو کاری نداره و نمیخواد، چون تو برای مگالودون خیلی کوچیکی. حتی اگه چند تا دوستات هم پیشت باشن بازم احتمالاً کاری باهاتون نداره. یه مگالودون ترجیح میده بیشتر یه چیزی مثل نهنگ 15 متری رو با ما نهار بخوره تا چند تا آدم کوچولو موچولو، مگه اینکه یه پارتی ساحلی رو انداخته باشی و 40-50 نفر رو توش دعوت کرده باشی. اینجوری میتونید یه دسر خوشمزه برای مگالودون ترتیب بدید. اما مگالودون از کجا میاد؟ نام ترسناک مگالودون از دو کلمه یونانی میاد، مگاس که معنی بزرگ و آدونت که معنی دندون. ترکیب این دو کلمه میشه دندون بزرگ که بدون شک اسم خیلی خوبی برای این حیوانه، چون مگالودون 276 تا دندون داشته که تو 5 ردیف کنار هم نشسته بوده. دانشمندا فکر میکنن که با گذر زمان سطح دمای دریاها به شدت کاهش پیدا کرده و دمای آب به سرعت پایین اومده.
همین باعث نابودی بیش از 1/3 تمام حیات دریایی شده، چون تعداد حیواناتی که در زنجیره غذایی این موجودات وجود داشته به شدت کاهش پیدا کرده. دانشمندان یکی از دلایل انقراض مگالودون‌ها را همین کاهش ناگهانی دمای آب و کم شدن غذا میدونن. همچنین برخلاف تصور عمومی که مگالودون‌ها را نوعی کوسه بزرگ سفید در نظر میگیرند، مگالودون‌ها و کوسه‌های سفید اصلا با هم دوست نبودن، حتی رقیب همدیگه هم بودن. کوسه‌های سفید چون جثه کوچکتری داشتن و چابک‌تر بودن، خیلی سریع میتونستن شکار مگالودون‌ها رو ازشون بدزدن. واسه همین فقط نهنگ‌ها و ماهی‌های بزرگ غول‌پیکر برای مگالودون‌ها باقی می‌موندن. همین باعث شده که غذای موجود برای مگالودون‌ها به شدت کاهش پیدا بکنه و این هم به نظر دانشمندان میتونه یکی دیگه از دلایل انقراض مگالودون‌ها باشه. حالا شما چی فکر میکنید؟ نظرتون رو در مورد این موجود غول‌پیکر برامون بنویسید و به همون بگید که چه حسی نسبت به انقراضشون دارید. حس امنیت بیشتر یا اینکه دوست داشتید بتونید یکیشون رو از نزدیک ببینید. با تشکر از همراهی و توجهتون، به امید دیدار در ویدیوی بعدی.